سوره لقمان در مکه نازل شده است و از 34 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. الف لام میم. الف لام میم. تلك آیات الكتاب الحکیم. این آیت های کتاب قرآن حکمت آموز است. هدى ورحمة للمحسنین. این آیت ها برای نیکوکارانی که با کتاب قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل می کند هدایت و بخشایش است. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. آنان که نماز را در وقتش می گذارند و زکات فرض شده را به مستحقانش می دهند و آنها به آخرت باوری یقین دارند. اولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اینها کسانی اند که از جانب پروردگارشان هدایت یافتند و اینها در دنیا و آخرت نجات یافتگانند. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. و در میان مردم کسانی هستند که خریدار سخنی بیهوده اند، یعنی هر سخنی که انسان را از طاعت و رضاگی پروردگار باز می دارد تا به یگان دانش مردم را از راه الله گمراه سازند و قرآن را به مسخره گیرند. برای آن گروه عذاب خار کننده است. و اذا تتلى عليه آیاتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. و چون آیات ما بر او خوانده شوند با خود پیسندی روی برگرداند و تکبر کند چنان که گویا آن آیات ما را نشنیده است، یا مانند کسی که در هر دو گوش وی وزنینی است که چیزی را نمی شنود، ای پیامبر او را به عذاب دردآور روز قیامت مژده ده. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم. به درستی آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته کرده اند حتما برایشان باغ‌های پر نعمت بهشت است. خالدین فیها وعد الله حقا وهو العزیز الحکیم. در آنجا در جنت جاودانند، وعده الله راست است، او در امرش پیروزمند و در تدبیرش حکیم و دانا است. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. الله
آسمان ها را به هیچ ستون آفریده است که می بیند و بر روی زمین کوهها را استوار بیفکند تا شما را نلرزاند و از هر گونه جنبنده یعنی جاندار در آن زمین پراکنده کرده است و از آسمان آب فرود آوردیم و در آن زمین هر گونه گیاهی نیکوی رویانیده ایم. هذا خلق الله هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هر آنچه که شما می‌بینید این آفرینش الله است. پس به من نشان دهید ای مشرکان کسانی را از معبودان شما که غیر او هستند که چی چیزی را آفریدند، بلکه ظالمان در گمراهی آشکار هستند. ولقد آتینا لقمان الحکمة ان اشکر لله ومن یشکر فإنما یشکر لنفسه ومن كفر فإن الله غنی حمید. و البته به لقمان یعنی بنده صالح حکمت دادیم، یعنی دانش در دین و عقل سلامت و سخن حق، و به او گفتیم الله را شکر گوی، زیرا هر کی شکر گوید البته به فایده خود شکر گفته است و هر کی ناشکری کند هر آینه الله از ناشکری بندگانش بی نیاز است و در همه حال ستوده است، یعنی سزاوار ستایش است. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. و ای رسول یادآور شو آنگاه که لقمان به پسرش گفت و او را پند میداد که ای پسرک من به الله شرک نیاور، هر آینه شرک ستم بزرگ است. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. آدمی را درباره نیکویی کردن به پدر و مادرش سپارش کردیم. مادرش او را در حال سستی بالای سستی دیگر برداشت، یعنی تا تولد کردنش روز تا روز مادرش بی قوت می شود و از شیر جدا کردن او در دوام 2 سال است و سپارش کردیم تا که مرا و پدر و مادرت را شکر گوی که بازگشت تو نزد من است. و این جاهداك على ان تشرك بی ما لیس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ای فرزند مؤمن، اگر آن دو یعنی پدر و مادرت مشرک باشند، تلاش کنند که چیزی را به حقیقت آن دانش نداری آن را شریک من قرار دهی، از آن اطاعت مکن. در دنیا به خوبی با آنان رفتار کن و خود راه کسی را پیروی کن که به درگاه من توبه کرده باز می‌گردند. بازگشت همه شما به سوی من است و از کارهایی که می‌کردید آگاهتان می‌کنم و هر یکی را جزای مناسب جزا خواهم داد.
يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبیر. لقمان گفت ای پسرک من، اگر عملی بد یا نیک به قدر یک دانه خردل، یعنی یک دانه سپندان یا هزار اسپند، در درون سنگ یا در برج آسمان ها یا در قعر زمین باشد، الله تعالی حتما روز قیامت او را می آورد که هر آینه او به عملهای بندگانش نازک بین و آگاه است. یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنکر واصبر على ما اصابك إن ذلك من عزم الأمور. ای پسرک من، نماز را با تمام ارکان و شرطها و واجباتش بگذار و با حکمت امر به معروف و نهی از منکر کن و به هر چی اذیت بر تو رسد صبر کن. البته این از مهمترین کارهایی است که باید در آن استوار باشی. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. به تکبر از مردم روی نگردان. وقتی که با تو سخن گویند یا با آنها سخن گویی و خود پسندانه بر زمین را نرو. هر آینه الله هیچ خودستایی فخر کننده را دوست ندارد. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. و در راه رفتنت راهی میانه را پیشه کن و آوازت را فرود آریان پست کن. همانا بدترین آوازها آوازی خران است. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ای مردم، آیا ندیده اید که به تحقیق الله هر چی را که در آسمان ها و زمین است را می شما کرده است و نعمتهای خود را چی آشکار مانندی عضو بدن و چی پنهان مانندی عقل و پرگی بر شما ارزانی داشته است. سوال. و بعضی از مردم کسی است که به هیچ دانش و راهنمایی و کتاب روشنی درباره الله جدال میکنند. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا اولو كان الشیطان يدعوهم الى عذاب السعیر. و چون برای آنهایی که در عبادت یگانگی الله جدال می کنند گفته شود از آنچه الله نازل کرده است پیروی کنید، گویند نه، بلکه ما از آن چیز پیروی می کنیم که پدران خود را بر آن یافتیم. آیا حتی اگرچه شیطان آنها را به عذاب آتش سوزان دعوت کند باز هم به آنها پیروی می کنند؟ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. و هر کسی
نیکوکارانه روی خیش را به سوی الله تسلیم کند، البته به دستاویز بسیار مستحکم چنگ زده است و پایان همه کارها به سوی الله است. پس نیکوکار را بر نیکوییش و بدکار را بر بدیش جزا خواهد داد. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. و کسی که کافر شده است کفرش تو را ای رسول غمگین نسازد، زیرا وظیفه تو تنها دعوت کردن مردم به سوی حق است، بازگشتنشان نزد ماست. پس به کارهایی که در دنیا کردند آگاهشان میکنیم. هر آینه الله به آنچه در دلها میگذرد داناست و چیزی بر او پنهان نمیمانند. نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم إلى عذاب غلیظ. آنها را اندکی در این دنیای فانی بهره‌مند می سازیم، سپس روز قیامت آنها را به بیچارگی به عذاب سخت می کشیم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. اگر از آنها بپرسی چی کسی آسمان ها و زمین را آفریده است، حتما میگویند الله. بگو ای رسول من، همه حمد و ستایش خاص برای الله است، ولی بیشتر آن مشرکان نمیدانند و اندیشه هم نمی کنند که تنها الله بر حق سزاوار حمد و ستایش است و از این سبب به الله شریک می آورند. لله ما فی السماوات والأرض إن الله هو الغني الحمید. از آن الله است همه آنچه در آسمان ها و زمین وجود دارد، پس سزاوار نیست که غیر او را پرستش کرده شود و هر آینه الله از خلقش بی نیاز است و به آنها محتاج نیست و در همه حال ستوده است، یعنی در همه حالت لایق حمد و سپاس است. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. و اگر همه درختان روی زمین قلم شوند و دریا رنگ شود و 7 دریای دیگر به مدد او بیایند و با آن قلم ها سخنان الله نوشته شود و قلم ها شکسته شوند و رنگ ها تمام شوند، ولی سخنان الله پایان نمی یابد. و البته الله غالب است بر کسی که بر او شریک می آورد و حکیم و دانا است در تدبیر کار خلقش. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. آفرینش همه شما و باز زنده کردنتان روز قیامت تنها مانند زنده کردن یک تن است. البته الله به گفتگوی شما شنوا است و به عملهای شما بیناست. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير.
آیا ندیده ای که الله از ساعتهای شب کم می کند و به روز می افزاید و از ساعتهای روز می کاهد و به شب می افزاید و آفتاب و ماه را برای شما رام ساخت که هر یک تا زمان معینی در حرکت است و البته الله به کارهای نیک و بدی که می کنید آگاه است و چیزی بر او پنهان نمی ماند. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. این همه قدرت و توانایی الله به آن سبب است که باید بدانید الله یکتا حق است و هرچی غیر از او میخوانند و عبادت میکنند هر آینه باطل است و البته الله بلند مرتبه و بزرگوار است. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. آیا ندیده ای بیننده که کشتی ها به فضل الله در دریا روان می شوند تا الله بعضی از نشانه های قدرت توانایی خود را به شما بینمایاند. هر آینه در این کار برای مردم صبر کننده سپاس گزار عبرت های است. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. و چون موجهای عظیم مانند ابرها آنها را پوشاند پس مشرکان الله را از رای اخلاص می‌خوانند و عبادت را خاص او می‌دانند و چون نجاتشان دهد و به خشکی برد پس بعضی از آنها میان رو هستند، یعنی به صورت کامل شکر الله را به جا نمی آورند و بعضیشان کافر و غیر از خیانتکاران یعنی نابکاران آیات ما را هیچ کسی دیگر این کار نمی کنند. یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ای مردم، از پروردگارتان بترسید و از روزی که هیچ پدر جزای فرزند را به عهده نگیرد و هیچ فرزند جزای پدر را عهده‌دار نشود حذر کنید. یعنی فرزند نمیتواند نیکی های پدرش را زیاد کند یا از بدی هایش کم کند یا اینکه یگان پدر نمیتواند چنین کارها را اجرا کند. وعده الله البته حق است، پس زندگانی دنیا شما را فریب ندهد تا که آخرت را فراموش نکنید و نیز شیطانی فریبکار به کرم الله فریبتان نسازد، یعنی فریب کاری هایی که از انس و جین وسوسه می کنند و می فرمایند که الله هر نوع گناه را می بخشد. إن الله عنده علم الساعة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض
اوست که باران را می باراند و از آنچه در بچه‌دان زنهای حامله است می داند و هیچ کس نمی داند که فردا چی چیز به دست خواهد آورد و کسی نمی داند که در کدام سرزمین می میرد، بلکه دانستن این امور از خصوصیت الله است. هر آینه الله دانا و آگاه است و چیزی از او پنهان نمی ماند. قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیر میسر به زبان تاجیکی. این تنها معنای قرآن کریم است و اگر ترجمان و یا ما کجای به خطا راه داده باشیم، الله را دعا میکنیم که ما را بیامرزد. آمین.